تا هم میخوای یوتیوب رو شروع کنی، اما یه مشکلی هست. بیا با هم حلش کنیم. حتما براتون پیش اومده که میخواستید با یه ایده ناب وارد فضای یوتیوب بشید. ولی هر بار که میخواستید شروع کنید، یه چیزی جلوی شما رو میگرفته. نکنه بد بشه، نکنه ایدم نتیجه نده، نکنه که از دوستان ببینه و مسخرم کنه و از اینجور چیزا. ولی حقیقت اینه که فقط باید شروع کنی. باید اون چیزی که توش استعداد و علاقه داری و تبدیل به محتوا کنی و اولین ویدیوی کانالت رو بسازی. از اونجاست که به خودت میگی کاری هم نداشته. اینا همش به خاطر ترس از شکسته. در صورتی که تو هنوز شروع نکردی که بخوای شکست بخوری. فرض کن توی یک مسابقه 10 نفره میخوای شرکت کنی و ترس از آخر شدن داری. ولی تا زمانی که داخل اون مسابقه شرکت نکنی، اول آخر بودن فرقی نمیکنه. تصور کن که آخر شدی. خب که چی؟ تو همین الانم یه برنده ای، چون انجامش دادی. کاری که خیلی ها از انجام دادنش میترسیدن. هنوز نه کسی تو رو دیده، نه کسی خبر داره که میخوای همچین کاری بکنی. این فقط یه صدای درونیه که تو رو میترسونه و تو با برداشتن اولین قدم اونو شکست میدی. منم همین بودم تا اولین قدمم رو برداشتم و میخوام راجع به چیزی که بهش علاقه دارم و میدونم میتونه به شما هم کمک کنه و براتون مفید باشه پادکست بسازم. هر لایک، کامنت و سابسکرایب شما یعنی تلاشی که دارم میکنم بیفایده نیست و به من انگیزه ادامه دادن میده. من توی این چنل راجع به مطالبی باهاتون حرف میزنم که باعث توسعه فردی شما میشن. پس پادکست های این چنل رو از دست ندید. چون قرار نیست یک کپی بی ارزش باشن، بلکه راجع به مسائلی هست که کسی تا حالا راجع به اونا باهاتون صحبت نکرده. باعث میشه به خودت بیای، شروع کنی به انجام کاری که دوست داری انجامش بدی و ازش میترسیدی. پس من شما رو به ویدیوهای بعدی این کانال دعوت میکنم. راستی اگه سوالی هم داشتی توی کامنت ها ازم بپرس. حتما جوابتو میدم.